همیشه تو بیا تو ترای نات تو لف. های بچنیز به چنل صدف مایند خوش اومدید. امروز ترای نات تو لف دارم با سلطان نخندیدن های متوالی به مناسبت از دست دادن. ببین این ویدیوهایی که من آوردم اصلا نمیتونی نخندی. اوکی. یعنی بهت میگم یه اتفاقی میفته به همین بارونی که الان یهو وسط تابستون اومد قسم میخندی، بدم میخندی. انشالله. آخه خندیدن من اینجوریه که دیدی یهو نمیخندم، یه دونشو بخندم او دادم باز شه دیگه میخندم. آره. اوکی. بذار. دیگه چی میخوای؟ آقا لایک و کامنت و ساب ماچو بوس به کلتون. یادتون نره که باید دعا کنید واسه عممون میدونی یه عمه دارم آره و اگه بدونید تو سر من چه خبره دستای من ماچ میکنید که اومدم اینجا ویدیو بگیرم، چون هیچکی با حال و روز مغزی من دوربین نمیاد واقعا. خب باشه یه دستتو ماچ کن. مرسی قربون شما. دست شما درد باید کنم دیگه دستتو ماچ کن. گل بده من دستتو. نمیخوام عزیزم. Relax my friend. منم که میشکنم اما حرفی نمیزنم اگه هیچ کس برام نمون. داداش چی شد تصمیم گرفتی به هنر صدات آرامش خاصی رو ازم میگیره. سلطان بعدش یه تشهد و سلام. خوب شد ماه جلوی سر رفتنی روزه رو ندید. خود ویدیو اوکی بود، کامنت های ایرانی ها خیلی سیکه. اونجا که زده بود خوب شد ماه جلو سر رفتنی. واقعا تخریب 100 از 100 تخریب میکنم با کامنت. خیلی حاجی سیک کامنتاتون پشمام ریخته، پاره داشتم میشدم واقعا. آره دیدم لبخند زدی. برو گم شو. نه بابا نه بابا هیچی ندارم هیچی. اگه من قد حسود اول بودم چرا طلاق گرفتم؟ نشستم سر خونه زندگی دلم خوش میکردم یکی درسته دارم مثل سگ زندگی میکنم، عوضش مرد خوش قیافم شبا کنارم میخوام. البته چقدر شبای جذابی داشتیم با هم. مقصر شبای بدون جذابیت زندگیتم منم؟ کیه پس؟ کیه؟ خوشم میاد هر وقت خودت اراده میکنی انتظار داری آدم کوه تستوسترون باشه. من گفتم کوه تستوسترون باش. من خمیر بازی تو نیستم. حرفی که تو لف این واسه چه سریال و چه فیلمی؟ سریال در انتهای شب. این در ابتدای شب جمعه است بیشتر. این چه دیالوگی بود؟ وای بیشتر عجیب بود تا خنده دار. دیالوگ پشمام ریزون ولی اکت این دوتا خیلی سم بود. آدم کوه تستوسترون باشه. من گفتم کوه تستوسترون باش. من خمیر بازی تو نیستم. هر تیکه رو خواستی بگیری بکشی کوچیک بزرگ کنی بکنی بندازی دور. آدمم. داری میخندی وسطش حرف میزنی که مثلا انگار نخندیدی. اگه این رو مختونه نباشه چون من گرممه و آرایشم میریزم. خندیدیم. برو بابا. لبخند زدی. بابا بیخیال مگه میشه؟ داره واقعا اذیت میکنه. اصلا لبخند نداریم. بده یه گاز داری. یه گاز داری. تو رو خدا داری توش میکنی. آی ساعت خرس بودین قبلا؟ من خرس هستم. آها کنه دیگه. حاجی باتری به باتری میخواد بکنه. حاجی رو ببین چی کار میکنه. چی باتری به باتری؟ نگاه کن حاجی چی کار میکنه. من اولش فکر کردم داره تیزش میکنه. چطور بدون استفاده از دست بخارونیمش؟ عضله درگیر کدام است؟ حاجی مصرف تریاک قبل جای حرکات واجبه. من مولدم. چرا یه ذره مالون خوابید اون بالا؟ میله به میله کردی؟ آره دیگه باتری به باتری نیست، میله به میله است. این دیگه خنده که نبود. نه بابا خنده وقتی نبود. نقطه جی میله رو پیدا میکنه. وای ببین چیکار. سلطان تیز شد هنوز یا نه؟ هدف چیه حاج آقا واقعا؟ نظرت چی بود؟ اگه یه نفر رو ببینی داره این کارو میکنه با میله چی کارش میکنه؟ فیلم میگیرم ازش. راست میگی؟ آره. سلام از نکن خودمونی تو بنویس روی بیمه داریه چی میخواه لذت
از ما اینجا کلا داروهامون خارجیه. خانم عزیزی یه نورابیان خارجی می‌خواستم. بعدی اینجا مگه سیگزانی فروشیه؟ یکی دوتا میخواد. بعدی داروات میشه 78500. داروی شما شامل بیمه نمیشه. به من چه ربطی داره؟ برو پیش دکتر خوشگلت اعتراض بزن. بعدی کاتکس میخوای؟ نمیشه. چیه؟ بیا از آروم باشی. چی بهش داشت؟ خانم عزیزی کاتکس بود. خانم عزیزی کودکس دیدی که خندی. آره من ریدم. باز که نه الان قلقلکه. چی جوریه فرق؟ گفتم هر وقت هر چی دلم بخواد. الان قلقلک بدی من میخندم، میخوای گازم بگیری بعدش نه دیگه دوباره؟ این خنده آزاده. یک دو سه. ماشاءالله. بمیرم. لیمو امانی داخل قرمه سبزی سلف دانشجو که دارم وانمود میکنن گوشتن. بی حرکت گوشت. خب رامین یزید اینا یک گوی خوردن این ویدیو رو گرفتن. تو چجوری این تو ذهنت اومد که اینا میتونن لیمو امانی رو قرمه سبزی؟ دوستم عزیز خاطر اینکه این رامینه دیگه. بذار قیمت این اتکلون چنده؟ بذار 690 تومن. زده اینقدر چرا خوش جواب میدی؟ تو آب زده 600. این تلخ بود یه زده بجن که خیلی خنده دار باشه. بعدی. چرا نمیخندی؟ دیگه سعیمو دارم میکنم دیگه. شای همش میکنم. از یه دختر ضعیف و دردونه شدم یه دختر قوی که الان دیگه هیچ از پا درش نمیاد. این به خود به خود از پا من یاد در. کامنتا گرفتم خیلی چطور زود میره. آیدی دکتر رو بذار بلاکش کن. بلاکش کنی. این به گوزه خود به خود از پا در میاد. واقعا برای هم کردن اون من وقت یاد خیلی قوی گرفتم باشه. چطور با بدترین چیزا پروسس دیوار دفاعی تشکیل دادی. وای. داده بعد برای هم کردن اون کن خیلی بجنگم قوی باشی. آره و هیچ وقت از پا نخندیدم. دارم میبازه. چندش هم بیشتر تا خنده دار. بلاک نگهت میدارم که پیشرفتمو ببینی. خواهد پیشرفت تو گاهی. عزیزم جمعه آموزش داریم، شنبه آموزش داریم و یک شنبه از 10 تا 6 بعد از ظهر. این سحره میگه من همه چی رو حواسم پیش شاگردم. یه بار دیگه داریم شنبه آموزش داریم و یک شنبه از 10 تا 6 بعد از ظهر. خب داداش یه بار دیگه اون وایسر میگرفتی. چی؟ بفرمایید. اون وایسه رو میگرفتی؟ چه شیرازی شدی کاکو؟ الان اینجوری گفتی. آها چیزی نمیخوای برای مامانی رو بگیری؟ بگازم بگی تمام کن گرمه به خدا. نما دستت. هیچ وقت نمیتونه اجازه نمیده اینقدر راحت گازش بگیره. همیشه تو بیا تو تراینات تو لفایه. فرو کردن دو شاخه برق در پریز برق توسط زنان اگر در حضور مردی نامحرم باشد گناه کبیره است چون باعث تحریک مرد می شود. واویلا. آفرین که نخندیدی. من همش دارم میخندم. سلام خسته نباشید. دیروز ماست ازتان خریدم منتها به تاریخش توجه نکردم. تاریخش رد شده. شما نمیتونید بگی که دیشب در همین ثانیه همینجا بودم. اینجا نبودیم. دیروز شما اینجا بودی اینجا دیروز نیست. فردا همینجا نیست. جامکان عوض شده. کره عوض شده به سو میره. کره زمین که دورش میچرخه خودش دور خورشتم میچرخه کل منظومه میچرخه حرکت به سوی ناممکن. ایدم نمیخندی؟ نه بس سروش بهتر بود. از 5 سالگی تا 26 سالگی خودم عکس گرفتم.
کرد اون خیلی باحال. دیدی این تایپ لپس رو که بچگی آره. میذارن هی تکون میخوره. من احساس میکنم صورتم قطره های خیزه. آره قطره های خیز که معنیش غلطه ولی نه خبری نیست. اینه که شما با تمام وجودت صحبت کنی، با دستات، با کلماتت، موی سرت، ساعتت، کتت، کفش‌هات و اون انرژی که داری به مخاطب میدی صحبت کنی که شما رو باور بکنه. 100 تومن به من میدی تا آخر هفته بهت میدم. به جون تو به جون تو تا آخر این هفته میدم. داداش میدی به من یا نه؟ بیا بریم درست میشه داداش بیا اوکی آها باور کن میدم بهت آخر این. درست میشه داداش بیا بریم تو حالت خوش. باور نکردی؟ نه وای کلا خیلی مریضید. نه خیر. وایسا بابا بده یه گازی گریه میخوای بکنی؟ گازی نخندیدم کونم پاره شد. باشه هی فوت کردی. فوت کردم. نه تو چیزش یاد گرفتی که دردی ولی نگو تقلب بده. باشه نخندیدم. خب باشه تو میگی باور نکنید ولی در تمدن مایا مردم از پایین شراب رو نوشه جون میکردن. داداشی مطمئنی؟ بابا علی این قدیمی ها همه چیشون رو حساب کتابه بریز. نمیشه که وایسا خودمون میشه جونه داداشم یا اینم سیک. علی مزه برید. الان میزه موبایل بالو اوکی دیگه. نه موبایل بالوش ولی عرق قبلیه نیست. بابا این از همسایه‌مون گرفتن ارمنی خیلی بابا خودش میکشه در قرمز است دیگه. اوه یعنی یه پک دیگه بریز برام. علی می‌خوری قاطی سیک بریز. علی میگیره معمولم نمیفهمم. راست میگه پایین که نمی‌فهمی قدیمی همه چیز به حساب کتابه. بعد پاشو بخوری منم نوبت من میخوام دعوا. وای میگه میخوام برم دعوا. این اصلا ترسناک نبود. ترسناک بود خنده‌دار نبود. یه بار دیگه بخور دیگه. خیلی دوست داشتم بدم چه خبری میخواد بده. چرا؟ باید نوشته خیلی دوست داشتم بدونم چی میخواد بگه. خیلی سیکین بالای خیلی سیکین واقعا. باری کلا من سیکم که اینا رو پیدا کردم عزیز. آره سازنده هاش که اصلا تخمته. آره ولی واقعا تو جرزنی کردی. تو فوت کردی که خندت نگیره. جوکرم شما میبینی فوت میکنم ولی نمیخندن. نمیخوام. خب تو بعد میخندیدی. این ویدیوی من بود. بابا جون دوبار قلقلکن بودی 7 بار گازم گرفتی دیگه. چقدر من بخندم؟ میخواستم بیشتر غازت بگیرم. غاز میخواست ازم بگیره. خب آقا لایک و کامنت و ساقماچو بوس به کلتون. یادتون نره که این تیم خفن ترین تیم یوتیوب ایرانه. مرسی که منو آوردین تو ویدیوتون.